سلام دوستان، در این ویدیو قصد داریم تا مطالبی رو راجع به برگزاری همایش بیان کنیم. تمامی کسانی که همایش برگزار میکنن میدونن که این کار واقعا انرژی میخواد و زمان بره. در واقع دریافت مقاله ها، داوری اونها، طراحی سایت همایش، ثبت نام شرکت کننده ها، صدور کارت و گواهی، اطلاع رسانی به کاربرا، ثبت نام کارگاه ها، فروش غرفه ها و اسکان شرکت کننده ها از جمله کارهایی که باید برای برگزاری یک همایش انجام بشه. انجام همه این کارها به شکل سنتی ممکنه باعث بشه ما از اهدافمون دور بشیم، زمان زیادی رو صرف کنیم و البته هزینه‌های گزافی رو بپردازیم. واقعا راه حل چیه؟ یعنی میشه کاری کرد که همه این کارها رو یک نرم افزار به تنهایی انجام بده؟ بله، راه حل اینجاست. استفاده از نرم افزار مدیریت همایش‌های هما. با استفاده از این نرم افزار شما میتونید دریافت مقاله ها، داوری اونها، طراحی سایت همایش، ثبت نام شرکت کننده ها، صدور کارت و گواهی، اطلاع رسانی به کاربرا، ثبت نام کارگاه ها، فروش غرفه ها، اسکان شرکت کننده ها و صدور کارت شرکت کننده ها رو همه رو به صورت آنلاین انجام بدین. پس با خیال راحت به انجام کارهای اصلی همایشتون بپردازین و بقیه کارها رو به نرم افزار مدیریت همایش‌های هما بسپارید. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت هما به آدرس www.ehamayish.com مراجعه کنین و یا با شماره تلفن 66 94 87 28 تماس حاصل کنین تا کارشناسای مجرب ما اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما بگذارن. ممنون به خاطر وقتی که برای دیدن این ویدیو گذاشتید.